ببینید حزب دموکرات با 80 سال سابقه مبارزاتی در جهت دستیابی به دموکراسی و حقوق ملیت ها به ویژه ملت کرد تجربه زیادی در این سالها کسب کرده. ببینید در کردستان بسیار روشنه که مردم دنبال برنامه سیاسی هستند، دنبال اشخاص نیستند و تحزب در کردستان ریشه دوانده و حتی حکم میکنه در جامعه کردستان. متاسفانه در دیگر نقاط کشورمون بیشتر از این که مردم توجهشون به برنامه سیاسی باشه یا به احزاب سیاسی باشه، بیشتر منتظر یک کاریزما هستن از عالم غیب یکی بیاد اونها رو رهایی بده و این یکی هم شاید پیدا نشه یا اگه پیدا شد اصلیش نباشه، از نوع بدلش باشه که نمیتونه آرمانهای مردم رو نه تعقیب بکنه نه تحقق ببخشه. بنابراین تفاوت بین کردستان هست. ولی یه چیز دیگه هم هست. در کردستان ما مردم خود رو پشتیبان خودمون میدونیم و برنامه خودمون از خواستهای مردم کردستان نشأت گرفته. مبارزاتمون، حضورمون در بین مردم خودمون هست. بنابراین هیچ وقت ما منتظر نبودیم که یکی از خارج بیاد و برای تحقق خواستهای ما کاری بکنه که ما خودمون نمی کنیم یا نباید بکنیم. ما خودمون انجام میدیم، مبارزه رو خودمون پیش میبریم و خواستهای خودمون رو خودمون تحقق میبخشیم. اونایی که انتظار دارن که در خارج بهشون کمک بشه، خب کمک های خارجی یا تعامل و یا بگیم توجه مسائل خارج و کشورهای خارج میتونه عامل مثبتی باشه برای هر جنبشی، هر حرکتی، ولی تأثیرگذار قطعی نیست و تعیین کننده نیست. این نگرانی من از اینه که اگر این حرکت ها برنامه مشخصی نداشته باشه، خواستها و مطالبات دموکراتیک خودشو عنوان نکنه و به گوش جهانیان نرسانه و خودش برای تحقق اونها به مبارزه ادامه نده، دیگران برای ما حاکمیت میذارن، به میل خودشون میذارن، در جهت اهداف خودشون و تحقق منافع خودشون میذارن. امیدوارم ما مردم ایران به طور کلی و مردم کردستان به هیچ وجه اجازه ندیم که برای ما آلترناتیو تراشی بکنن و کسانی را به جای کسان دیگری که هیچ کدومشون به دموکراسی، به عدالت اجتماعی و مساوات بین زن و مرد و به حقوق ملیت‌های ایرانی اعتقادی ندارند، امیدوارم هیچ وقت چنین چیزی روی نده که این گونه تشکل‌ها اگه بگم یا تجمع‌ها بخوان بر سرنوشت مردم ایران غالب بشن.